به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامونی با عریضه مرد 38 ساله ساکن شهر خوجند مراجعت نموده است که در دوام ماه اپریل سال 2021 مرد 57 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش در آمده خودش را استاد سنگچسبانی بیرون بناها شناس کرده شرطنامه شفایی بسته برای چسبانیدن سنگ‌های قسمت بیرون بنا یک عدد автомашین تمغه کیا اپتیما سال برآوریشش 2011 که ارزشش 165,000 سومانی را تشکیل می‌دهد گرفته بر عوضش یگان عمل معینه را به انجام نرسانیده است. نسبت این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه سینا با عریضه مرد 31 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که دوم نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه جوان 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه پنهانی از داخل автомашین مسافرکشانی تاکسی یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرری رسانیده شده 11,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 31 اکتبر سال 2022 تخمیناً ساعت 21:30 دقیقه شخص نامعلوم با راه پنهانی از داخل بغاج автомашین شخصیش $700 امریکایی و 8,000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.